مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 21 ایون سال 2022 خبر داد که روزهای 19 و 20 ایون در دو صدمه در شهرک گنجاباد در کنار وحدت و در جماعت غازیان نویه باباجان غفورов دو کودک به هلاکت رسیدند. 19 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 11:50 راننده ماشین تمغه تویوتا احرارов رحمت الله سال تولدش 1982 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت شهر دوشنبه در راه ماشینگرد شهرک گنج آباد از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد خردسال سعید و یاسمینه سال تولدش 2015 ساکن جماعت دیهات راحتی رو پخش نموده است. در نتیجه کودک جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همین تاریخ 20 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 15:55 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز سپرینتر جمیلوف عبدالرحیم سال تولدش 1976 ساکن نویه باباجان غفورov هنگام حرکت در جماعت دیهات غازیان به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته هنگام به قفو حرکت کردن خردسال فرمان فریدونزاده سال تولدش 2020 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه طفل خردسال جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر دانسته می شوند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این جمهوری 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. 10 نفر از قربانیان صدمه ها را در راههای تاجیکستان نابالغان تشکیل می دهند.